کوهستان بدخشان یکی از موضع‌های نادری سیاحی به شمار رفته با کوه‌های باوقار، شرشره‌های نقره‌فام، رود و دریاچه‌های شخ و کوه‌های بی‌نظیر، موضع‌های تاریخی و چشمه‌های شفابخشش قلبی دلخواه سیاح داخلی و خارجی را تسخیر می‌نماید. برای رشد ساحه سیاحی در ولایت بزرگترین پیریخ و کوه‌ها، قطارکوه‌های بلندترین و در برابر منظره‌های ناتکرار نسیم فارم و محیط تازه اکولوژی مساعدت می‌نماید. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری آید به وسعت روند کارهای سازندگی، سطح و صفت انشاءات بنیادشونده، آماده نمودن مهمانخانه‌ها و موضع‌های سیاحی برای قبول سیاحان با رعایت حتمی قاعده‌های بهداشتی، گروه کاری کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شهر و ناحیه‌های خاروخ، ونج، روشان، شغنان و اشکاشیم و مرغاب دیده نمود. از جانب حکومت کشور تمام امکانات‌های امروز برای رشد ساحه فراهم آورده شدند. تمام امتیازها پیشنهاد شدند. تنها امروز ما ضرور است که با آماده کردن کادرهای بلند اختصاص و خدمت رسانی برای قبول مهمانان داخلی و خارجی کوشش کرده باشیم. مسئله بلند برداشتن سطح و صفت اینفراستراکچور به طلبات جوابگو از جمله مهمانخانه، هومستی ها، گست هاوس، طربخانه و استراحتگاه ها، تیار نمودن متخصصانی با تجربه و کسبی به نامگوی تدبیرهای وارد می شود که قبل از معتدل گردیدن وضع مسئولین ساحه باید آگاهانه از پی اصلاح شوند. امروز وقتی آن رسیده است که با تکیه به فعالیت پرثمر شرکت‌های سیاحی محلی و راه ماندن خط‌سیرهای سیاحی و فراهم آوردن شرایط خدمت‌رسانی به ترغیب بیشتر امکانیت‌های سیر و سیاحت توجه نماییم. بیزنس لایه کردم بعد به نفقه بر اومدنم و به کمیته زنان جمهوری پیشنهاد کردم و صاحب گرانت پرزیدنتی شدم. مبلغ 40,000 سومانی و این خانه پدر و مادرم و بالای همین خانه آشیانه دویم کردم، آشیانه سوم کردم. حاضرش به 5 کس کار میکنن، 5 کس معاش میگیرن. بسیار خرسند هستند، بسیار همشون زبان انگلیسی آموخته ایستادن و مقصد اساسی من نشون دادن مدنیت و رسم آیین‌های مردم تاجیک. این تدبیر نیک اگر به سیاح امکان فراهم آورد که با فرهنگ مهمان نوازی، عنعنه، رسم و عادت، طعام‌های ملی این منطقه کوهستان آشنایی پیدا کرده، فراختر با طبیعت ناتکرار از شناس شود، ساکنان کوهستان از این حساب صاحب جای کار و معاش خوب می‌گردند. من میخوام که اون سیاحی که از خارج کشور می بیاید، این که از بس که میمانخانه اولگی در ناحیه روشون یک و یک باره با تاریخ روشون شناسایی پیدا می کند، با همون یادگاروی تاریخیش، موضوعی سیاحی. میخوام یک اخبارات مکمل درباره یک ناحیه، درباره تاجیکستان پیدا کند. نگفته نماند که در حدود ولایت عین زمان برای رقابت سالم در بازار سیاحی به 44 شرکت سیاحی اجازتنامه فعالیت داده شده است و با دستگیری های حکومت جمهوری و جلب سرمایه خارجی در آینده نزدیک قلعه همچون باید در سطح بین المللی بازسازی گردد. ناحیه اشکاشیم در محور امکانیت و اقتدار رشد سیاحی موقع خاصه دارد. چشمه های تبابتی سرکرده از گرم چشمه، آو چشمه بی فاطمه زهرا، قلعه همچون، قلعه قاقها. از همین قلعه سر می شود دهلیز وخون، یعنی وادی وخون همینجا سر می شود و روی ابریشم توسط همین مکان و موضع پیوست شوی راه بزرگ ابریشم پیوست شوی شرق و غرب همین کاروانسرای همین قلعه خطی پیوسته میگذشت. در این ولایت بلندکوه 50 مهمانخانه و 6 آسایشگاه در حالت خوبی بهداشتی قرار داشته، بعدی به اعتدال آمدن وضع پهنشوی پاندمی کارمندانش می توانند در سطح ضروری به سیاحان خارجی و داخلی خدمت رسانند. برای بنیاد اینفراستراکچور سوخای سیاحی از جانب هم بخش دولتی هم بخش خصوصی کوشش به خرج داده در گرد و اطراف شاهراه اساسی مهمانخانه ها،
сохта шуда истодаанд. ساکنان ولایت همه این غمخواری ها را از برکت صاحب استقلالی، سیاست درهای باز حکومت جمهوری و آرامی و آسودگی وطن می دانند که با آنها امکانیت بیشتری ترغیب موضوع های سیاحی، تاریخی و فرهنگی مهیا گردیده است.